سلام دوستان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به فصل تابستون رسیدیم و بسیاری از هموطنانمون به دنبال یک سفر رویایی به یک شهر ساحلی زیبا هستن. من سروشم و توی این ویدیو 10 تا از بهترین ساحل‌های دنیا رو بهتون معرفی میکنم. لطفاً قبل از مشاهده این ویدیو کانال رو سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain. از اونجایی که همه این سواحل بسیار دیدنی و جذاب هستن، هیچ کدومشون بر دیگری ارجحیت نداره و شما باید مطابق سلیقتون به این ساحل‌ها نمره بدید. اگر به موج سواری علاقه دارید، من بهتون بهشت موج سواران رو معرفی میکنم. این ساحل در کشور استرالیا قرار داره و به بهشت موج سواران معروفه و یکی از سواحل درجه 1 دنیاست. فقط با چند روز اقامت در این ساحل به خوبی متوجه دلیل محبوب بودن این ساحل میشید. توی سالهای اخیر بسیاری قصد سفر به برزیل رو میکنن و قدم در این کشور زیبا میذارن. بعد نیست از ساحل کوپاکابانا در شهر ریو دو ژانیرو که به ساحل 4 کیلومتری هم معروفه دیدن کنید. این ساحل علاوه بر هتل‌های لوکس و جشن‌های شبانه، اکثر اوقات میزبانی جام جهانی فوتبال ساحلی رو بر عهده داره. در جزایر قناری جزیره‌ای وجود داره به نام تنریف که سالانه بیش از 12 میلیون نفر گردشگر داره. و علاوه بر اینکه بهترین سواحل دنیا در این جزیره قرار دارن، سومین آتشفشان بزرگ دنیا به نام کوهستان تیت جذابیت خاصی به این جزیره بخشیده. نانگوی با شنهای سفید واقع در زنگبار که در اطراف آن روستاهای ماهیگیری به چشم میخوره و آب این دریا به حدی زلاله که میتونید هزاران گونه دریایی رو مشاهده کنید. کشور ایسلند که کشوری منحصر به فرده، ساحلی در خود جای داده به نام رینیسفیر که ساحل ماس سیاه ویک هم شناخته میشه که به خاطر شنهای سیاهش شهرتی جهانی داره و به خاطر شکل و شمایل سنگها و شنهای آتشفشانی تجربه متفاوت رو در اختیار گردشگران میذاره. اگر به دنبال تفرجگاهی خلوت و آروم هستی، من بهت ساحل شنهای صورتی در باهاماس رو پیشنهاد میدم. این ساحل همونطور که از اسمش هم معلومه به خاطر خط ساحلی طویل با شنهای صورتی که داره مشهوره. بهشت سفید در استرالیا. ساحل وایت هیون ساحلی 7 کیلومتری در جزیره وایت ساندی در استرالیا است که لقب تمیزترین ساحل دنیا را از آن خود کرده. علت سفیدی بیش از حد شنهای این ساحل اینه که شنها از 98% سیلیس تشکیل شدن. در جزیره سانتورینی کشور یونان ساحلی سرخ وجود داره که با قایق یا طی کردن مسیری از کنار صخره‌های سرخ این ساحل به تفرجگاه میرسید. این ساحل با اینکه خیلی توی دنیا مشهور نیست ولی مطمئنم نظرتون رو به خودش جلب میکنه. پارک ملی تایرونا در کلمبیا. این پارک یک ساحل بکر و تقریبا دست نخورده در کلمبیا است که مطمئنم اگر در کشوری با صنعت گردشگری بهتر قرار داشت، سیل عظیم گردشگر بهش سرازیر میشد. شاید شما هم در فضای مجازی ساحلی رو دیدید که هواپیما با فاصله بسیار کمی از گردشگران فرود میاد. ساحل ماهو در سنت مارتین به خاطر فرودگاه بین المللی سنت مارتین که درست در کنار ساحل قرار داره معروف شده. جالب است بدانید هواپیما به قدری نزدیک به شنهای ساحل حرکت میکنه که گاهی جت آن باعث پرت کردن افراد به آب میشه. ساحل مالدیو و ساحل لانیکای در هاوایی هم از پرگردشگرین سواحل دنیا هستند که افراد زیادی با این سواحل آشنایی دارن. خیلی ممنون که تا انتهای این ویدیو همراه من بودین. اگر از این سبک ویدیوها خوشتون میاد، نظرتون رو توی کامنت ها بگید. لطفاً برای حمایت از کانال پرشین تاپ 10 دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو بزنید. Audio Jungle.